افسردگی اساسی، نامی که شاید در وهله اول ساده به نظر برسد، اما در پس این عنوان به ظاهر معمولی، جهانی تاریک و پیچیده از احساسات، افکار و تجربه‌های نهفته است که تا عمیق‌ترین لایه‌های وجودی یک فرد نفوذ کرده و تار و پود زندگی او را در هم می‌تند. این اختلال فراتر از یک ناراحتی زودگذر یا غمگینی معمولی است. افسردگی اساسی همان حالتی است که گویی تمام چراغ‌های درونی زندگی خاموش شده‌اند و فرد در فضای وهم‌آلود از تاریکی‌های روانی در تنهایی مطلق به سر می‌برد. این یک بیماری جدی است که نیاز به درک عمیق، همدلی و درمان تخصصی دارد. در ادامه با رویکردی متنی و روایی، شاخص‌هایی را که در تحلیل انواع افسردگی مطرح می‌شوند برای افسردگی اساسی بسط و توضیح می‌دهیم تا ابعاد مختلف این بیماری روشن‌تر گردد. ابعاد مختلف افسردگی اساسی. 1. شدت علائم. افسردگی اساسی با علائمی پررنگ و تأثیرگذار همراه است که کیفیت زندگی فرد را به شدت تحت الشعاع قرار می‌دهد. فرد دیگر توانایی احساس لذت را از دست می‌دهد، حتی از کوچکترین چیزهایی که زمانی برایش شادی آفرین و رضایت بخش بودند. حس گناه شدید، پوچی عمیق و ناامیدی فلج کننده به طور معمول تمام ذهن او را در بر می‌گیرد و رهایی از آنها دشوار می‌شود. 2. مدت زمان بروز علائم. این اختلال معمولاً به صورت دوره‌ای خود را نشان می‌دهد. هر دوره از افسردگی اساسی دست کم 2 هفته به طول می‌انجامد، اما در بسیاری از موارد ممکن است این زمان به ماه‌ها یا حتی سال‌ها کشیده شود. اگر این بیماری درمان نشود، پتانسیل تبدیل شدن به اختلالی مزمن را دارد و زندگی فرد را برای مدت طولانی تحت تأثیر قرار می‌دهد. 3. الگوی زمانی بروز. علائم افسردگی اساسی می‌توانند بدون هیچ هشدار قبلی و در هر زمانی بروز کنند. برخلاف افسردگی فصلی که الگوی مشخصی دارد، این اختلال معمولاً الگوی فصلی یا زمانی مشخصی ندارد. با این حال، در برخی افراد، دوره‌های افسردگی ممکن است به صورت تکرار شونده و با فواصل زمانی خاصی بازگردند. 4. نوع علائم روانی: غم عمیق و پایدار، بی‌لذتی کامل، بی‌انگیزگی شدید، افکار مکرر درباره مرگ یا خودکشی و احساس بی‌ارزشی و حقارت از مهمترین نشانه‌های روانی این بیماری هستند. گاهی فرد حتی نمی‌داند چرا غمگین است. تنها حسی مبهم از چیزی شکسته شده در درونش او را فرا می‌گیرد. 5. علائم جسمی همراه. افسردگی اساسی تنها محدود به ذهن نیست و علائم جسمی متعددی نیز دارد. اختلالات خواب شامل بیخوابی مفرط یا پرخوابی بیش از حد، تغییرات قابل توجه در اشتها، کاهش یا افزایش چشمگیر وزن، خستگی مفرط و دائمی و دردهای مبهم بدنی که منشأ جسمی مشخصی ندارند، از جمله علائم شایع جسمی آن هستند. 6. سن شروع بیماری. این بیماری اغلب در اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی آغاز می شود، اما این بدان معنا نیست که محدود به این دوران است. افسردگی اساسی می تواند در هر سنی، از دوران کودکی تا سالمندی بروز کند. 7. شرایط زمینه‌ای جسمی. گاهی افسردگی اساسی همزمان با بیماری‌های مزمن جسمی مانند دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی یا اختلالات تیروئید اتفاق می‌افتد. در چنین مواردی شدت علائم افسردگی بیشتر شده و درمان پیچیده‌تر می‌شود، زیرا هر دو بیماری نیاز به مدیریت دقیق دارند. 8. وجود یا عدم وجود علائم روانپریشی. در موارد شدیدتر افسردگی اساسی، فرد ممکن است دچار هذیان یا توهم شود. برای مثال، ممکن است فکر کند لیاقت زنده بودن ندارد یا صداهایی بشنود که او را به شدت سرزنش می‌کنند و او را به سمت اعمال منفی سوق می‌دهند. نه. نوسان خلق. برخلاف اختلال دو قطبی که با نوسانات خلقی شدید بین شیدایی و افسردگی همراه است، در افسردگی اساسی نوسان خلقی شدید وجود ندارد. خلق فرد عمدتاً پایین، ثابت و پایدار است و کمتر دچار تغییرات ناگهانی می‌شود. 10. پاسخ به درمان. خبر خوب این است که درمان‌های متعددی شامل دارو درمانی و روان درمانی برای افسردگی اساسی وجود دارد و در بسیاری از موارد مؤثر هستند. اما تشخیص به موقع و پیگیری مستمر و منظم درمان کلید اصلی موفقیت و بهبود است. 11. تأثیر محرک‌های محیطی. رویدادهای استرس‌زا مانند از دست دادن عزیزان، مشکلات شغلی، بحران‌های مالی یا مشکلات خانوادگی می‌توانند به عنوان آغازگر یا تشدید کننده علائم افسردگی اساسی عمل کنند و فرد را بیشتر درگیر بیماری سازند. 12. ویژگی‌های رفتاری. فرد مبتلا به افسردگی اساسی ممکن است رفتارهای متفاوتی از خود نشان دهد. می‌تواند از جمع کناره بگیرد و منزوی شود، کم حرف گردد، به طور مکرر گریه کند یا حتی پرخاشگر شود. گاهی نیز در ظاهر آرام به نظر می‌رسد، اما در درون غوغایی از رنج و درد جریان دارد. 13. تغییرات شناختی.
این بیماری تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد شناختی دارد. اختلال در تمرکز، کاهش حافظه، ناتوانی در تصمیم‌گیری و افکار منفی مداوم درباره خود و آینده از علائم رایج شناختی هستند که زندگی روزمره فرد را مختل می‌کنند. 14. علائم اختصاصی. در برخی موارد، علائم خاصی مانند زودرنجی شدید، احساس طرد شدگی عمیق یا واکنشی بیش از حد به انتقاد در افراد مبتلا به افسردگی اساسی دیده می‌شود که به شناخت دقیق‌تر و افتراق این بیماری از سایر اختلالات کمک می‌کند. 15. وجود یا عدم وجود علائم حرکتی. فرد ممکن است دچار کندی روانی حرکتی شود، به این معنی که حرکات و تفکراتش کندتر از حالت عادی می‌شود. یا بالعکس، بیقراری و حرکت‌های بی‌هدف داشته باشد که نشان دهنده اضطراب و آشفتگی درونی است. 16. عوامل ژنتیکی و خانوادگی. سابقه خانوادگی افسردگی یا سایر اختلالات روانی یکی از مهمترین عوامل زمینه‌ساز برای ابتلا به افسردگی اساسی است که نشان دهنده نقش ژنتیک در این بیماری است. 17. وضعیت روحی پس از بروز بیماری. پس از شروع بیماری، وضعیت افراد می‌تواند متفاوت باشد. برخی افراد به طور کامل بهبود می‌یابند و به زندگی عادی خود باز می‌گردند. برخی دیگر با بازگشت‌های مکرر علائم مواجه هستند و گروهی دیگر به درمان مقاوم هستند و نیاز به رویکردهای درمانی پیچیده‌تری دارند. 18. علائم همراه با سایر اختلالات. افسردگی اساسی ممکن است همزمان با سایر اختلالات روانی مانند اضطراب، اختلال شخصیت، وسواس فکری عملی، OCD یا سوء مصرف مواد مخدر همراه باشد که تشخیص و درمان را دشوارتر می‌کند. 19. وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیمار. افراد با فشارهای اقتصادی شدید، بیکاری یا حمایت اجتماعی کم بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی و همچنین تداوم طولانی‌تر آن قرار دارند. این عوامل محیطی نقش مهمی در بروز و سیر بیماری ایفا می‌کنند. 20. نحوه بروز و گزارش علائم. گاهی افراد به طور مستقیم از غم و ناراحتی عمیق خود می‌گویند، اما گاهی علائم به صورت جسمی مانند سردرد مزمن، خستگی دائمی یا بیخوابی گزارش می‌شود، بدون اینکه بیمار بداند ریشه اصلی این مشکلات روانی است. این مسئله می‌تواند تشخیص را به تأخیر بیاندازد. در نهایت، افسردگی اساسی چیزی فراتر از یک دوره غمگسار است. این بیماری صدای خاموش در درون انسان است که فریاد کمک می‌زند حتی اگر لب‌ها چیزی نگویند و فرد نتواند احساساتش را به زبان بیاورد. این بیماری درمانپذیر است، اما نیازمند توجه، آگاهی و حمایت درست و به موقع است. درک عمیق‌تر ابعاد مختلف این بیماری به ما کمک می‌کند تا با همدلی بیشتری با مبتلایان برخورد کنیم و راه را برای بهبود آنها هموار سازیم. اگر می‌خواهید اطلاعات دقیق، علمی و در عین حال کاربردی درباره اختلالات روانی، از جمله افسردگی را به زبان ساده و قابل فهم دریافت کنید، پیشنهاد می‌کنیم در کانال روان تاک عضو شوید. جایی برای یادگیری، گفتگو و برداشتن قدم‌های هوشمندانه در مسیر سلامت روان